بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. طاسیم تا سین میم. تلك آیات الكتاب المبین این آیات کتاب روشنگر است. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنین گویی میخواهی از اندوه این که مشرکان ایمان نمی آورند خود را هلاک کنی. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اگر بخواهیم از آسمان نشانه‌ای بر آنان نازل می‌کنیم که در برابرش با فروتنی سر فرود آورند. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. و هیچ پند تازه‌ای از سوی الله رحمان برای آنان نمی آید مگر اینکه از آن روی گردانند. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. در حقیقت آنان تکذیب و تمسخر می کردند، پس به زودی اخبار آنچه را که به سخره می گرفتند به ایشان خواهد رسید. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم. آیا به زمین نمی نگرند که چه بسیار از هر گونه گیاه سودمندی در آن رویانده ایم؟ ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين. بی تردید در این امور نشانه ای از قدرت الله است، ولی بیشترشان ایمان نمی آورند. و ان ربك لهو العزیز الرحیم. و به راستی پروردگار تو شکست ناپذیر مهربان است. و اذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمین قوم فرعون الا يتقون. و یاد کن هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سوی قوم ستمکار برو، قوم فرعون، و به آنان بگو آیا از عذاب الهی پروا نمی کنند و دست از کفر و ستم بر نمی دارند؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون. موسی گفت پروردگارا من بیم دارم که تکذیبم کنند. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. و سینه ام تنگ گردد و زبانم باز نشود، پس جبرئیل را به سوی هارون بفرست تا او را برای یاری من رهسپار کند. ولهم علی ذنب فأخاف ان یقتلون. و آنان بر گردن من ادعای گناهی دارند، پس می ترسم که مرا بکشند. قال كلا فاذهبا بآیاتنا إنا معكم مستمعون. الله فرمود هرگز، پس با آیات و معجزات ما بروید، بی تردید ما همه جا در کنار شماییم و گفتگویتان را می شنویم. فأتیا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمین. پس به نزد فرعون بروید و بگویید ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم. ان ارسل معنا بنی اسرائیل. میخواهیم که بنی اسرائیل را همراه ما بفرستی. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. فرعون گفت مگر از کودکی تو را در کنار خیش پرورش ندادیم و سالهایی از عمرت را در میان ما به سر نبردی؟ و فعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرین. و کار خود را آنگونه که خواستی کردی و رفتی و تو از ناسپاسانی. قال فعلتها اذا وانا من الضالین. موسی گفت من آن کار را زمانی انجام دادم که از گمراهان بودم.
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلین. پس چون از شما ترسیدم فرار کردم، آنگاه پروردگارم به من دانش و نبوت بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. و تلك نعمة تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. و آیا این نعمتی است که تو بر من منت می‌گذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای؟ قال فرعون وما رب العالمین. فرعون گفت پروردگار جهانیان کیست؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسی گفت پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد، اگر اهل یقین هستید پس او را بپرستید. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون به کسانی که در اطرافش بودند گفت آیا میشنوید چه میگوید؟ قال ربكم و رب آبائكم الاولین. موسی گفت او پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فرعون گفت پیامبری که به سویتان فرستاده شده یقینا دیوانه است. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی گفت اگر بیندیشید خواهید دانست که او پروردگار مشرق و مغرب است و هر آنچه که میان آن دو قرار دارد. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون گفت اگر معبودی جز من برگزینی قطعا زندانیت خواهم کرد. قال اولو جئتك بشيء مبين. موسی گفت حتی اگر نشانه آشکاری در مورد رسالتم برایت آورده باشم. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون گفت اگر راست میگویی آن را بیاور. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. پس موسی عصای خود را افکند که ناگهان تبدیل به اژدهایی آشکار شد. و نزع یده فإذا هي بیضاء للناظرین. و دستش را از گریبان بیرون آورد و به ناگاه در برابر بینندگان سپید و روشن بود. قال للملأ حوله إن هذا لساحر علیم. فرعون به بزرگانی که پیرامونش بودند گفت به راستی که این مرد جادوگری داناست. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون. او میخواهد با سحرش شما را از سرزمینتان بیرون کند، پس نظرتان چیست؟ قالوا ارجه واخاه وابعث فی المدائن حاشرین. گفتند تصمیم درباره مجازات او و برادرش را به تأخیر انداز و مأموران جمع آوری را به همه شهرها بفرست. یأتوک بكل سحار علیم. تا هر جادوگر ماهر و دانایی را به نزدت بیاورند. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم. پس چنین کردند و سرانجام جادوگران برای وعدگاه روز معین گرد آورده شدند. و قیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین. و به مردم گفته شد آیا شما نیز جمع می شوید تا اگر جادوگران پیروز شدند همه از آنان پیروی کنیم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.
پس هنگامی که جادوگران آمدند به فرعون گفتند اگر ما پیروز شویم آیا پاداشی خواهیم داشت؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. گفت آری، در آن صورت بیگمان از زمره نزدیکان من خواهید شد. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. موسی به آنان گفت هرچه میخواهید بیفکنید بیفکنید. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. پس آنان ریسمانها و عصاهای خود را افکندند و گفتند به عزت فرعون سوگند که قطعا ما پیروزیم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. آنگاه موسی عصایش را افکند، ناگهان تبدیل به ماری شد و آنچه را که به دروغ برساخته بودند بلعید. فألقي السحرة ساجدين. پس جادوگران سجده کنان بر زمین افتادند. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. و گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، پروردگار موسی و هارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ بیگمان او همان بزرگ شماست که جادو را به شما آموزش داده است. پس به زودی خواهید دانست که مجازاتتان چیست. یقینا دست و پای شما را برعکس یکدیگر از چپ و راست قطع می کنم و همگیتان را به دار می آویزم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. آنان گفتند باکی نیست، ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. امیدواریم که پروردگارمان گناهان ما را ببخشد که ما از نخستین کسانی هستیم که به پروردگار موسی ایمان آورده ایم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. و به موسی وحی کردیم که بندگانم را شبانه از مصر بیرون ببر، زیرا سپاه فرعون شما را تعقیب خواهند کرد. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. پس فرعون چون از ماجرا آگاه گردید مأموران جمع آوری نیرو را به شهرها فرستاد. إن هؤلاء لشرذمة قلیلون. و اعلام کرد اینها گروهی اندک و ناچیز هستند. و انهم لنا لغائظون. و ما را به خشم آورده اند. و انا لجمیع حاذرون. و ما همگی آماده جنگ هستیم. فاخرجناهم من جنات و عیون. پس ما آنان را از باغها و چشمه‌های سرزمین مصر بیرون آوردیم. و کنوز و مقام کریم. و نیز از گنجها و منزلگاه نیکو و قصرهای مجلل خارج ساختیم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. آری این چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث ثروت و دارایی آنان نمودیم. فأتبعوهم مشرقین. پس آنان هنگام طلوع آفتاب به تعقیبشان پرداختند.
فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى إنا لمدركون. و چون دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند یقینا ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسی گفت چنین نیست، بیگمان پروردگارم با من است و مرا به راه نجات هدایت خواهد کرد. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. پس به موسی وحی کردیم عصایت را به دریا بزن، آنگاه دریا شکافته شد و هر بخشی از آن همچون کوهی عظیم گشت. و ازلفنا ثم الآخرین. و فرعونیان را به آنجا کشاندیم و به دام انداختیم. و انجینا موسی و من معه اجمعین. و موسی و همه کسانی را که همراهش بودند نجات دادیم. ثم اغرقنا الآخرین. و دیگران را غرق نمودیم. این فی ذلک لآیه وما كان اکثرهم مؤمنین. بیگمان در این ماجرا نشانه ای برای عبرت است، ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. و بی تردید پروردگارت شکست ناپذیر مهربان است. واتل علیهم نبأ ابراهیم. داستان ابراهیم را بر آنان بازگو. اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون. هنگامی که به پدر و قومش گفت چه چیز را می پرستید؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. آنان گفتند بت‌هایی را می پرستیم که پیوسته سر بر آستانشان داریم. قال هل يسمعونكم اذ تدعون. ابراهیم گفت آیا هنگامی که آنها را می‌خوانید صدای شما را می‌شنوند؟ او ینفعونكم او یضرون. یا سود و زیانی به شما میرسانند؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. گفتند نه، ولی دیدیم که پدرانمان چنین می‌کردند. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. ابراهیم گفت آیا دیدید چیزهایی را که شما پیوسته عبادت می‌کردید؟ انتم و آباؤكم الاقدمون. هم شما و هم پدران شما. فإنهم عدو لی الا رب العالمین. همه آنها دشمن عقیده توحیدی من هستند مگر پروردگار جهانیان. الذي خلقني فهو يهدين. همان کسی که مرا آفریده و سپس هدایتم می کند. والذي هو يطعمني ويسقين. و کسی که به من غذا می دهد و سیرابم می نماید. وإذا مرضت فهو يشفين. و هنگامی که بیمار می شوم اوست که شفایم می دهد. والذي يميتني ثم يحيين. و کسی که مرا می میراند و دوباره زنده می کند. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. و کسی که امیدوارم گناهانم را در روز جزا ببخشد. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. پروردگارا به من حکمت و آگاهی دینی ببخش و مرا به شایستگان ملحق کن. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. و برایم در میان آیندگان آوازه ای نیک قرار بده. واجعلني من ورثة جنة النعيم.
و مرا از وارثان بهشت پر نعمت بگردان. واغفر لأبی إنه كان من الضالین. و پدرم را بیامرز، بیگمان او از گمراهان بود. ولا تخزنی یوم یبعثون. و در روزی که همه مردم برانگیخته میشوند مرا رسوا و شرمنده نکن. یوم لا ینفع مال ولا بنون. همان روزی که مال و فرزندان سودی نمی بخشد الا من اتى الله بقلب سلیم. مگر کسی که با قلبی پاک و خالی از شرک و نفاق و ریا به پیشگاه الله بیاید. و ازلفت الجنة للمتقین. و در آن روز بهشت برای پرهیزکاران نزدیک می گردد. و برزت الجحیم للغاوین. و دوزخ برای گمراهان آشکار می گردد. و قیل لهم این ما کنتم تعبدون. و به آنان گفته می شود کجا هستند آنچه که به جای الله پرستش می کردید. من دون الله هل ینصرونکم او ینتصرون. آیا آنها شما را یاری می کنند یا خود انتقام می گیرند؟ فکبکبوا فیها هم والغاوون. پس آنها به همراه گمراهان در آن آتش مهیب افکنده می شوند. و جنود ابلیس اجمعون. و نیز همه لشکریان ابلیس. قالوا وهم فیها یختصمون. آنان در آنجا در حال ستیز با یکدیگر میگویند تالله ان كنا لفی ضلال مبین. به الله سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم. اذ نسویکم برب العالمین. چون شما را با پروردگار جهانیان برابر می‌دانستیم. و ما اضلنا الا المجرمون. و کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد. فما لنا من شافعین. پس اکنون نه هیچ شفاعت کننده ای داریم ولا صدیق حمیم. و نه هیچ دوست مهربانی. فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنین. پس ای کاش به دنیا باز می گشتیم تا در زمره مؤمنان قرار می گرفتیم. این فی ذلک لآیه وما كان اکثرهم مؤمنین. بیگمان در این ماجرا نشانه ای برای عبرت است ولی بیشترشان مؤمن نبودند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. بی تردید پروردگارت شکست ناپذیر مهربان است. کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح پیامبران الهی را تکذیب کردند. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. آنگاه که برادرشان نوح به آنان گفت آیا از الله پروا نمی کنید؟ اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. بیگمان من برای شما پیامبری امین هستم، پس از الله پروا کنید و مطیع دستورهای من باشید. و ما اسألكم علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین. و من در برابر رسالتم هیچ پاداشی از شما نمیخواهم. پاداش من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. فاتقوا الله و اطیعون. پس از الله پروا کنید و مطیع دستورهای من باشید. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. آنان گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم و حالان که فرومایگان از تو پیروی کرده اند؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون.
نوح گفت من به آنچه آنان در گذشته می کرده اند چه آگاهی دارم. این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون. اگر میفهمید بدانید که حساب آنان تنها با پروردگار من است. و ما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین. و من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم کرد، من جز بیم دهنده ای آشکار نیستم. قالوا لئن لم تنته یا نوح لتكونن من المرجومین. آنان گفتند ای نوح اگر از دعوتت دست بر نداری قطعا سنگسار خواهی شد. قال رب ان قومی کذبون. او گفت پروردگارا به راستی که قومم مرا تکذیب کردند. فافتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معی من المؤمنین. پس میان من و ایشان داوری کن و مرا و مؤمنانی را که با من هستند نجات بده. فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون. پس او و کسانی را که همراهش بودند در آن کشتی که آکنده از انسانها و انواع حیوانات بود نجات دادیم. ثم اغرقنا بعد الباقین. و بقیه را غرق کردیم. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. بیگمان در این ماجرا نشانه ای برای عبرت است ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند. و ان ربک لهو العزیز الرحیم. و بی تردید پروردگارت شکست ناپذیر مهربان است. کذبت عاد المرسلین. قوم عاد نیز پیامبران الهی را تکذیب کردند. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. آنگاه که برادرشان هود به آنان گفت آیا از الله پروا نمی کنید؟ اینی لکم رسول امین. بیگمان من برای شما پیامبری امین هستم. فاتقوا الله و اطیعون. پس از الله پروا کنید و مطیع دستورهای من باشید. و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. و من در برابر رسالتم هیچ پاداشی از شما نمیخواهم. پاداش من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. اتبنون بكل ریع آیة تعبثون. آیا بر هر مکان بلندی بنایی بیهوده میسازید؟ و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. و قصرها و قلعه های محکم و استوار بنا می کنید گویی که در دنیا جاودانه میمانید. و اذا بطشتم جبارین فاتقوا الله و اطیعون. و چون به کسی حمله ور می شوید بی رحم و ظالمانه حمله می کنید، پس از الله پروا کنید و مطیع دستورهای من باشید. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون. و از کسی پروا کنید که به شما نعمتهایی فراوان داد که خود آنها را بهتر می دانید. امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون. او به شما 4 پایان و فرزندان بسیار عطا کرده است و باغها و چشمسارها. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. به راستی که من از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. آنان گفتند چه ما را پند دهی یا ندهی برایمان یکسان است و از تو اطاعت نمی کنیم. این هذا الا خلق الاولین و ما نحن بمعذبین.
این آیین ما همان روش پیشینیان است و ما هرگز عذاب نخواهیم شد. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. پس آنان هود را تکذیب کردند و در نتیجه ما هلاکشان کردیم. بیگمان در این ماجرا نشانه ای برای عبرت است و بیشتر آنان مؤمن نبودند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. و بی تردید پروردگارت شکست ناپذیر مهربان است. کذبت ثمود المرسلین. قوم ثمود پیامبران الهی را تکذیب کردند. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. آنگاه که برادرشان صالح به آنان گفت آیا از الله پروا نمی کنید؟ انی لکم رسول امین. بیگمان من برای شما پیامبری امین هستم. فاتقوا الله و اطیعون. پس از الله پروا کنید و مطیع دستورهای من باشید. و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. و من در برابر رسالتم هیچ پاداشی از شما نمیخواهم. پاداش من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. اتتركون فیما هاهنا آمنین. آیا میپندارید که شما را در این نعمتهایی که اینجاست آسوده رها میکنند؟ فی جنات و عیون. در این باغها و چشمسارها و زروع و نخل طلعها هضیم. و در این کشت و نخلهایی که میوه‌هایش نرم و رسیده است. و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین. و ماهرانه از کوهها برای خود خانه‌هایی میتراشید. فاتقوا الله و اطیعون. پس از الله پروا کنید و مطیع دستورهای من باشید. ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. و از اسرافکاران گناهکار پیروی نکنید، همان کسانی که در زمین به فساد میپردازند و خیشتن را اصلاح نمی کنند. قالوا انما انت من المسحرین. آنان گفتند ای صالح به راستی که تو جادو شده ای. ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیة ان كنت من الصادقین. تو نیز بشری همانند ما هستی، پس اگر راست میگویی نشانه ای بیاور. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب یوم معلوم. صالح گفت این ماده شتری است که سهمی از آب چشمه دارد و روز معینی از هفته نیز سهم شماست. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب یوم عظیم. پس کمترین آزاری به آن نرسانید که عذاب روزی بزرگ شما را فرو خواهد گرفت. فعقروها فاصبحوا نادمین. اما آن را از پای درآوردند و سپس از کرده خود پشیمان شدند. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. پس عذاب الهی آنان را فرو گرفت. بیگمان در این ماجرا نشانه‌ای برای عبرت است و بیشتر آنان مؤمن نبودند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. و بی تردید پروردگارت شکست ناپذیر مهربان است. كذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. قوم لوط نیز پیامبران الهی را تکذیب کردند آنگاه که برادرشان لوط به آنان گفت آیا از الله پروا نمی کنید؟ اینی لکم رسول امین. بیگمان من برای شما پیامبری امین هستم. فاتقوا الله و اطیعون.
پس از الله پروا کنید و مطیع دستورهای من باشید. و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. و من در برابر رسالتم هیچ پاداشی از شما نمیخواهم. پاداش من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. آیا در میان جهانیان با مردان میآمیزید و همسرانی را که الله برایتان آفریده است رها میکنید؟ حقا که شما قومی متجاوزید. قالوا لئن لم تنته یا لوط لتكونن من المخرجین. آنان گفتند ای لوط اگر دست بر نداری یقینا از شهر اخراج خواهی شد. قال انی لعملكم من القالین. لوط گفت من دشمن سرسخت این کار شما هستم. رب نجنی و اهلی مما یعملون. پروردگارا من و خانوادم را از عاقبت آنچه اینان انجام میدهند نجات بده. فنجیناه و اهله اجمعین. پس ما او و همه خانوادش را نجات دادیم الا عجوزا فی الغابرین. مگر پیرزنی که در میان بازماندگان در عذاب بود. ثم دمرنا الآخرین. سپس دیگران را نابود ساختیم و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. و بر آنان بارانی از سنگ باراندیم و باران بیم داده شدگان چه بد بود. این فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. بیگمان در این ماجرا نشانه‌ای برای عبرت است و بیشتر آنان مؤمن نبودند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. و بی تردید پروردگارت شکست ناپذیر مهربان است. کذب اصحاب الایکة المرسلین. اصحاب ایکه پیامبران الهی را تکذیب کردند. اذ قال لهم شعیب الا تتقون. آنگاه که شعیب به آنان گفت آیا از الله پروا نمی کنید؟ اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. بیگمان من برای شما پیامبری امین هستم، پس از الله پروا کنید و مطیع دستورهای من باشید. و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. و من در برابر رسالتم هیچ پاداشی از شما نمیخواهم. پاداش من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. پیمانه را تمام بدهید و کم فروشی نکنید. وزنوا بالقسطاس المستقیم. و با ترازوی درست وزن کنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. و کالای مردم را کم ندهید و حق آنان را ضایع نکنید و در زمین به فساد و تباهی نکوشید. واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین. و از کسی که شما و آفریدگان نخستین را آفرید پروا کنید. قالوا انما انت من المسحرین. آنان گفتند ای شعیب به راستی که تو جادو شده ای. و ما انت الا بشر مثلنا و ان نظنک لمن الكاذبین. تو نیز بشری همانند ما هستی و ما تو را دروغگو میپنداریم. فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین.
پس اگر راست میگویی پاره ای از آسمان را بر سر ما بینداز. قال ربی اعلم بما تعملون. شعیب گفت پروردگارم به آنچه که انجام میدهید داناتر است. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظیم. پس او را تکذیب کردند و عذاب روز ابر آتشبار آنان را فرو گرفت. به راستی که آن باران آتش عذاب روزی هولناک بود. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بیگمان در این ماجرا نشانه‌ای برای عبرت است و بیشتر آنان مؤمن نبودند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و بی تردید پروردگارت شکست ناپذیر مهربان است. وإنه لتنزيل رب العالمين. و همانا این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. روح الامین آن را فرود آورده است، بر قلب تو نازل کرده تا بیم دهنده باشی. بلسان عربی مبین. آن را به زبان عربی روشن نازل نمود. و انه لفی زبر الاولین. و بی تردید توصیف آن در کتاب‌های پیشینیان نیز آمده است. اولم یکن لهم آیة ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. آیا همین نشانه برای آنان کافی نیست که علمای بنی اسرائیل از حقیقت قرآن آگاهند؟ ولو نزلناه على بعض الاعجمین. و اگر آن را بر بعضی از غیر عرب ها نازل می کردیم فقرأه علیهم ما كانوا به مؤمنین. و پیامبر آن را برایشان می خواند، به آن ایمان نمی آوردند. كذلك سلكناه في قلوب المجرمین. آری این گونه آن کفر و تکذیب را در دلهای مجرمان جای دادیم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. اما به آن ایمان نمی آورند تا وقتی که عذاب دردناک را ببینند. فیأتیهم بغتة وهم لا یشعرون. پس ناگهان در حالی که بیخبرند به سراغشان می آید. فیقول هل نحن منظرون. پس در آن حال میگویند آیا مهلتی خواهیم داشت؟ افبعذابنا یستعجلون. آیا آنان عذاب ما را به شتاب خواستارند؟ افرأیت ان متعناهم سنین. آیا دیدی که اگر سالیانی آنان را از این زندگی دنیا بهره‌مند سازیم ثم جاءهم ما كانوا یوعدون. سپس آنچه که به آنان وعده داده شده به سراغشان بیاید ما اغنى عنهم ما كانوا یمتعون. این بهره‌مندی آنان از دنیا سودی برایشان نخواهد داشت. وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون. و ما هیچ شهری را هلاک نکردیم مگر اینکه هشدار دهندگانی از پیامبران داشتند. ذکرا وما كنا ظالمین. تا آنان را پند دهند و ما هرگز ستمکار نبوده ایم که اتمام حجت نکنیم. وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون. و هرگز شیاطین این قرآن را نازل نکرده اند. آنان نه در خور این کارند و نه توانش را دارند. انهم عن السمع لمعزولون.
بی تردید آنان از شنیدن وحی منع شدند. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. پس ای پیامبر هیچ معبودی را با الله مخوان که عذاب خواهی شد. وأنذر عشيرتك الأقربين. و خویشاوندان نزدیکت را هشدار بده. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. و با مؤمنانی که از تو پیروی می کنند مهربان و فروتن باش. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. پس اگر از فرمان تو سرپیچی کردند بگو بی تردید من از آنچه که انجام می دهید بیزارم. وتوکل علی العزیز الرحیم. و بر الله شکست ناپذیر مهربان توکل کن. الذی یراک حین تقوم. همان که چون برای عبادت برمیخیزی تو را میبینند. و تقلبک فی الساجدین. و نیز حرکت و نشست و برخاست تو را میان سجده کنندگان مینگرد. انه هو السمیع العلیم. همانا او شنوای داناست. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟ تنزل علی کل افاک اثیم. بر هر دروغگوی گناهکار نازل می گردند. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. آنان شنیده ها را که از ملکوت دزدانه گوش داده اند به جادوگران و فالگیران القا می کنند و بیشترشان دروغگو هستند. و الشعراء یتبعهم الغاوون. و شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی می کنند. الم تر انهم فی کل واد یهیمون. آیا ندیدی که آنان در هر وادی حیران و سرگشته اند؟ و انهم یقولون ما لا یفعلون. و در حقیقت آنان چیزی را میگویند که خود به آن اعتقاد ندارند و عمل نمی کنند. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند و الله را بسیار یاد کرده اند و بعد از آن که ستم دیدند انتقام گرفتند و با شعر خود از اسلام و مسلمین دفاع نمودند و به زودی کسانی که ستم کردند خواهند دانست به چه بازگشتگاهی باز می‌گردند.